سی هلو تو دیولوس. سلام بچه‌ها، چطورین؟ امیدوارم حالتون عالی باشه. من مستر دیولوس هستم. خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها این اولین ویدیوی ارت دیجیتال کانال منه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. خب دوستان، همونطور که میدونید این برنامه اثبات برداشت داره. اثبات برداشتش هم همین الان رو صفحه واسهتون میاد. خودم دیروز برداشت کردم و اینکه کافیه برای این دانلودش وارد کانال تلگرام بشید یا اینکه روی لینکش که توی کامنت ها پین شده بزنید. بعد از اینکه زدی شما نیاز دارید به فیلتر شکن برای ورود به برنامه، چون طبق معمول فیلتره. من از ویتوره استفاده میکنم و اینکه کانفیگاش هم میذارم توی کانال تلگرام، خاصی میتونید استفاده کنید. بعد از وصل کردن وی پی انتون شما نیاز به حساب تراست ولت دارید که آموزشش رو خیلی جا هست، خیلی هم ساده است آموزشش، ولی اگه بلد نبودید میتونید برید سرچ کنید و یاد بگیرید. بعد از نصب بازی واردش میشید و این پایین برای شما میاد ورود با حساب گوگل. روی اون میزنید، یکی از اکانتاتون رو وارد میکنید و منتظر میمونید روی صفحه لودینگ قرار بگیره. بعد از اینکه روی صفحه لودینگ قرار گرفت، شما وارد چنین محیطی از برنامه میشید. همونطور که میبینید یه بازی ماهیگیری ساده است، در عین حال درآمد خیلی زیادی میده. این راهنما برای شما میاره بعد از ورود بهش. اون قسمت که کوسه است 12 تا هم از اون مقدار ماهیه که میتونید بگیرید تو هر سری که رفت پایین اومد بالا. اون پایینیش اون مقدار متری، مقدار اندازه‌ایه که تورتون میره پایین. اون قلابتون گوشه بالا الماساتونه که بعداً بهتون میگم به چه دردتون میخوره، و پایینش هم سکهاتونه که باش میتونید این دوتا رو آپگرید کنید، و پایینش هم انرژیاتونه. پایین هم یه دکمه اینوایت ما داریم که بعد از اینکه روش بزنید میتونید با دعوت کردن دوستاتون 5 تا الماس بگیرین که دوباره در مورد اینم بهتون میگم که کجا به درد میخوره. همونطور که میبینید توی قسمت ویدراف که بزنید میبینید که این درآمد من تا الانه که منتظرم به حد برداشت برسم و دوباره برداشت کنم. و بعدش هم که میبینید این قسمت هم قسمت هوکس قلاباتونه که اول از همه به شما این برونز هوک رو میده که بتونید باش ارز دیجیتال هم بردارید. در غیر این صورت نمیشه. وقتی که روش میزنید برای خریدن هوکس یا تبلیغ میتونید نگاه کنید و قلاب جدید بخرید. خب همونطور که میبینید بعد بزنید روی وسط نگه دارید که بیشتر این حالت بره پایین، و همونطور که میبینید من قلابم تموم شده و نمیتونم ارز دیجیتال ها رو بگیرم. و بعد از اینکه قلابتون رفت پایین میبینید که 295 تا من داد و میتونم این باش آپگرید کنم. دوباره میگم چون که قلابم اون قلابی که باید نیست، میبینید نمیتونم ارز دیجیتال ها رو بلند کنم. پس فقط کافیه که وارد بخش هوکس بشید، روی اون قلاب برنزی بزنید، یه تبلیغ نگاه کنید یا یک الماس بدید که من تبلیغ رو بهتون پیشنهاد میکنم و قلاب رو بگیرید. گلدن هم میتونید بگیرید ولی باید چند تا تبلیغ نگاه کنید که به نظر من ارزشش رو داره. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. حتما این کار رو انجام بدید، به دوستاتونم معرفی کنید، چون که حدودا یه هفته دیگه ممکنه برنامه دوباره مثل برنامه‌های دیگه واریزی نداشته باشه. ویدیوی بعدی رو هم فردا میذارم. برای که مطلع بشید از ویدیوها کانال تلگرام رو لطفا جوین بشین. کانفیگ ویتوره هم براتون اونجا میذاریم. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.